انبیا همه دارن آرزوی دیدارت، انبیا همه دارن آرزوی دیدارت. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در نظر همه ما شما آشکار هست و معلوم هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار سختی دیدن و حالتهای گرسنگی بسیار بود، اما صبر میکردن و حتی بالای این کرده با وقت بالای همین وزبینی شونده، وقتی که یک سبوکی می آمد آنها حتما خیر میکردن. از حضرت عایشه مادر ما روایت است که میگه یک نزدی ماده یکی از همون چارواها، یعنی که یک حیوان خورده بود، میگه که اون چی کردیم شات میگن، یعنی که مال میداره شات میگن به عربی، میگه که همه را ذبح کردن. پس گفت نبی صلی الله علیه و سلم بعد چند قبعتر ما بقیه منها، حضرت عایشه مادر من پرسید که آیا از همون چیز چاروایی که ما ذبح کردیم، یعنی که کشته بودیم، همون یکم چی باقی مانده است؟ گفته حضرت عایشه مادر من پرسیدن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از حضرت عایشه مادر من پرسیده است که همش تمام شید یا اینکه مانده است یکم چیز؟ حضرت عایشه مادر من میگفتن در جواب که ما بقیه منها الا کتفها، باقی نمانده است از اون چاروایی که ما کشتیم مگر یک کتیفش مانده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که بقیه کلها غیر کتفها، باقی مانده است همه اون غیر همین کتیفش، یعنی هر چیزی که بود که ما خوردیم میخریم الان همین کتیفش که ما میخریم اون فانی میشود میرود، اما دیگر اون باقیه که ما در راه الله صدقه کردیم اون در نزد الله ذخیره ماندگی هست. این روایت ترمذی است و حدیث سند هست، سندش صحیح هست. و دیگر که هست این بنده وقتی که یک کاری خیر میکنه در راه الله و اون در نزد الله فراموش نشونده هست و باقی میماند، چون در آیات قرآن آمده سوره نحل در سوره آیات 96 میشه که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه که نزد شما هست اون فانی میشود، خلاص میشود، هلاک میشود، میرود، اما اون که نزد الله هست اون ذخیره میماند که روز قیامت اون چی میکنه شما میبینید و از نزد الله پاداش میگیرید. از اینجا فهمیده میشد که هر کاری خیری که باشد در نزد الله اون ثبت میشد و باقی میماند و هر اون چیزی که در نزد بنده میخرد و صرفش میکند و از بین میرود اون یگان پاداشی نداره، اما اون چیزی که پیش پرداخت میکرد انسان حتما اون پاداش از الله پاک میگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.